سلام و عرض ادب و ارادت. خیلی مخلصین. جابر نیکروانم از روستای زیبای رودکنار، روستایی در مجاورت سواحل زیبای دریای خزر، روستایی در دل سرزمین اقوام کادوسیان، قومی با بیش از 8000 سال قدمت، ریشه در این خاک، روستایی در همسایگی آتشکده و نیاشگاه زرتشتیان با بیش از 1500 سال قدمت، مشهور به ایسپیامسگرد در دهستان دنیاچال، روستایی در همجواری بزرگترین آبشار زیرزمینی ایران در رشته کوههای البرز، در کوه اژدر مشهور به آبشار ویسادار، روستایی در همسایگی دو جاده ییلاقی زیبا توریستی گردشگری، جاده دوران به خلخال، جاده اسالم به دشت شقایق‌ها، روستایی در همسایگی بزرگترین پارک جنگلی رنگی گیلان مشهور به پارک جنگلی دکتر درستکار، پدر جنگلداری ایران، روستایی با در همسایگی بزرگترین ساحل جنگلی گیلان مشهور به سواحل زیبای گیسوم، روستایی بر حسب زمینهای حاصلخیز کشاورزی مشهور به شالیزارهای بدون کود شیمیایی، روستایی با مردمان فهیم، شریف، معتقد، ثروتمند معنوی، ثروتمند از خانواده، ثروتمند از اخلاق، روستایی با فرزندانی تحصیل کرده، ورزشکار، ورزش دوست، با شرافت کاری بالا، روستایی که همچنان بخش عظیمی از این شالیزارها برای حفظ کیفیت تولیدات کشاورزی، برای ارتقای کیفیت تولیدات محصولات کشاورزی همچنان از روش کشاورزی سنتی پیروی میکنن، روستایی با زنان هنرمند، تولیدات صنایع دستی، روستایی با ثروت تمام نشدنی از اخلاق. جابر نیکروانم عضو کوچیکی از خانواده بزرگ برند محصولات کشاورزی رودکنار، عضوی ناقابل از برند محبوب و دوست داشتنی برند محصولات کشاورزی برادران صدیق. اگه بخوام خودم رو به درست‌ترین روش معرفی کنم، با پذیرفتن این جمله ناخوشایند که ناسپاسی بخشی از طبیعت انسانه، خودم رو به درست‌ترین روش معرفی میکنم. جابر نیکروانم، مخلص رفقای روزهای سخت.